سلام بچه‌ها، سیناسین هستم. خیلی خوش اومدین به چنل من. امیدوارم روز بسیار خوبی رو داشته باشین. کنار خانواده محترمتون خنده از لباتون جدا نشده باشه، تنتون سرشار از سلامتی و تندرستی باشه و جیباتون پر از پول، آرزویی که من همیشه برای شما دارم. امروز یه ویدیوی کاملا متفاوت رو داریم. ویدیویی که میشه گفت رمزگشایی از اثر بزرگ شام آخر، تابلو شام آخر، تابلویی که اثر لئوناردو داوینچی هستش و پر از اسرار نهفته است که چند درصد کوچیکش تا الان کشف شده، میشه گفت منتشر شده. بعضیا حدسای زدن، بعضیا گمانهایی داشتن و منم به نوبه خودم یه چند تاشو پیدا کردم و آوردم توی این ویدیو و خواستم با شما در میون بذارم ایشون. آثار این هنرمند کلاً چون به ریاضی، نجوم و خیلی چیزای دیگه، مجسمه سازی، خیلی چیزای دیگه مسلط بوده، عجیبه و رازهای خاصی رو میاره، همیشه توی آثار خودش جاگذاری میکنه. به خاطر همین باعث میشه که از بقیه هنرمندای توی قرن خودش که فکر می‌کنم تو قرن 15 زندگی میکرده متمایز باشه. ما چند تاشو پیدا کردیم و توی این ویدیو سعی کردم با شما در میون بذارم. اگه علاقه دارید که آثار دیگه‌اش مثل لبخند مونالیزا یا چیزای دیگه، تابلوهای دیگه‌شو با هم دیگه مورد بررسی قرار بدیم، رازهاشو با هم دیگه در بیاریم و دور هم کیف کنیم، لذت ببریم، حتما توی کامنت ها به من بگین تا ویدیوشو براتون بسازم. لئوناردو داوینچی متولد 15 آوریل 1452 در شهر وینچی، جمهوری فلورنس یا همون ایتالیای امروز، و در تاریخ 2 می 1519 در کشور فرانسه در 67 سالگی از دنیا رفتند. لئوناردو به جز نقاشی در رشته‌هایی مثل نجوم، ریاضیات، معماری، مهندسی، مجسمه سازی هم فعالیت داشتند. از کارهای برجسته این شخصیت بزرگ میشه به نقاشی باکره صخره‌ها، شام آخر، سالواتور موندی و مونالیزا اشاره کرد. این عکسی هم که مشاهده می‌فرمایید امضای شخص لئوناردو داوینچی است که شاید دیدنش برای خیلی از شماها جالب باشه. همونطور که گفتیم ما تو این ویدیو قصد داریم پرده از اسرار یکی از تابلوهای این نقاش مرموز و بسیار باهوش پرده برداریم. هرچند رازهای نهفته بسیاری از این نقاشی و همه نقاشی‌هایی که این هنرمند در خلق اون سهم داشته وجود داره که هنوز کشف نشدن. اینم بگم که شایعاتی مبنی بر این که لئوناردو هم جز فرقه های شیطان پرستی بوده وجود داره که در صورت علاقه شما عزیزان تو ویدیوهای بعدی به اون اشاره خواهیم کرد. اما بریم سراغ یکی از مرموزترین آثار هنری جهان، یعنی نقاشی معروف شام آخر عیسی مسیح. امروز قصد داریم در مورد یکی از مهمترین و مرموزترین آثار نقاشی که تاریخ به دست ما رسانده، یعنی تابلوی شام آخر صحبت کنیم. این نقاشی که از مهمترین آثار لئوناردو داوینچی است، اسرار پر رمز و راز زیادی را در خود جای داده است. پس با دقت توجه کنید چون قصد داریم مهمترین رازهای بزرگترین نقاشی جهان رو با هم بررسی کنیم. لئوناردو داوینچی نقاشی‌های بسیاری دارد که مشخص شده در بسیاری از آنها رمزها و سرنخ‌های جاسازی شده است. این نقاشی در صومعه سانتا مارینا در ابعاد 4 در 8 متر بر روی یک دیوار گچی ترسیم شده است. کشیش‌ها به این سالن غذاخوری آمده غذایشان را می‌خوردند و حس می‌کردند در محضر حضرت عیسی مسیح قرار دارند. بر اساس انجیل یوحنا این نقاشی یک روز قبل از اینکه توسط سربازان رومی دستگیر شود و در شبی که آخرین شام خود را با حواریون خود خورده است به تصویر می‌کشد و نامگذاری آن شام آخر به این علت است. محل قرارگیری این نقاشی خود آغاز رمز و راز است، چون این نقاشی دیواری درست در مقابل یک نقاشی دیواری دیگر از حضرت مسیح که به صلیب کشیده شده است به تصویر کشیده شده.
لئوناردو داوینچی قصد داشته که یک روز قبل و یک روز بعد را درست در یک محیط به نمایش درآورد. وقتی به نقاشی نگاه می‌کنید می‌بینید که حضرت مسیح با گردن خمیده درست در وسط تصویر قرار دارد و دقیقاً در نقاشی مقابل به آن صورت دیده می‌شود. دلیل خم کردن گردنش هم وجود یک خائن سر آن میز است. حضرت عیسی در باغ گتسیمانی به حواریونش چنین میگوید: در حقیقت به شما میگویم که در بین شما یکی به من خیانت خواهد کرد. بعد از این حرف میتوانید ببینید که همه متعجب شده‌اند، زیرا این سخن بدین معناست که بین آنها فرد خائنی وجود دارد. افراد سر میز نتوانستند مفهوم این سخن را دریابند. برتولوما، یعقوب و آندریاس هر سه متعجب هستند. یهودا متحیر است و در کنارش پتروس چاقویی در دست دارد و عصبانی است. کسی که در بین حواریون مریم مگدالن شناخته می شود و با گردنی خمیده ایستاده و میگویند این فرد ممکن است یوحنا هم باشد. توماس ناراحت است. جیمز متعجب است. فیلیپ هم منتظر توضیح بیشتری است. تادئوس و متی به سمت شمعون برگشته و منتظر پاسخ هستند. در این نقاشی دقیقاً وقایع آن لحظه و لحظات بعد از آن در حال انتقال به بیننده است. ولی خبرهای دیگری هم وجود دارد که لئوناردو می‌خواهد ببینیم و اکنون زمان بازگو کردن بعضی اسرار این نقاشی است که ذهن خلاق این هنرمند آنها را به تصویر کشید. زمانی که حضرت عیسی میگوید فردی در میان شما وجود دارد که به من خیانت میکند، اگر به دنبال عکس‌العمل غیرعادی باشیم، کسی که برای اولین بار این حرف را میشنود و از خیانت بی اطلاع است باید متعجب باشد. ولی جز حضرت عیسی تنها یک نفر گردنش را خم کرده و بدون عکس‌العمل خاصی ایستاده است. کسی که میگویند مریم مگدالن است و از زاویه دید ما سمت چپ حضرت عیسی قرار دارد. در حالی که اینجا دیده می شود و تنها عکس‌العمل غیر عادی مربوط به مریم است، شاید او در آن لحظه صرفا ناراحت و متحیر بوده و کسی دیگری خیانت کرده است، یعنی یهودا. زمانی که به یهودا بنگرید که با تعجب به حضرت عیسی نگاه می کند، می توانید کیسه پولی که در دستان اوست ببینید. ممکن است رومیان این پول را به او داده باشند تا خیانت کند. در بعضی دیگر از نقاشی های شام آخر می بینید که حضرت عیسی که از قبل می‌داند یهودا به او خیانت کرده، به او اعتماد نکرده و او را از سایر حواریون جدا می‌کند، به شکلی که دقیقاً در طرف دیگر میز و در مقابل همه نشسته. و اما در ادامه از اسرار خارق العاده موجود در این نقاشی به شما خواهم گفت. در حالی که تمام گفته‌های آشکار نقاشی همین مواردی هستند که همه عوام میتوانند ببینند، ولی لئوناردو اسرار بسیاری را خارج از این گفته‌ها در این نقاشی پنهان کرده است. حال به این نقاشی با دقت بیشتری نگاه کنید. میتوانید ببینید که حرکات حضرت عیسی و مریم مگدالن با هم در تناسب کامل هستند. لباسهایی که بر تن دارند و نگاه‌هایشان کاملا مناسب با هم است. اگر این دو را در کنار یکدیگر قرار دهیم، کاملا یکدیگر را تکمیل می‌کنند. ببینید که رنگ آبی در لباس حضرت عیسی کاملا قسمت ناقص مریم را تکمیل می‌کند. این تشابه تنها در این مورد نیست و نکته‌های مانند خم شدن سر مریم بر روی شانه حضرت عیسی و دستان گره خورده مریم دقیقاً بر روی دستان حضرت عیسی منطبق می‌شوند. و اما ادامه این اسرار. کارشناسانی هستند که حدس‌های دیگری نیز زدند که لئوناردو داوینچی بچه‌ای را در قنداق به صورت تلویحی نشان داده که در داخل نقاشی یهودا پنهان شده و درست زمانی قابل دیدن است که در تناسب میان مریم و عیسی مسیح قرار بگیرد و نگاه‌های پرمهر هر دوی آنها به سمت او گویا نشانگر حس آنها به یک نوزاد است.
لئوناردو تمامی این حالات را قبلا بر روی کاغذ آورده است، ولی نقاشی اصلی متفاوت از چیزی است که قبلا در نظر داشته است. مثلا ابتدا یهودای خائن را در مقابل میز نشانده، ولی سپس متوجه شده این عمل تناسب نقاشی را برهم میزند و او را بین حواریون ولی یک قدم جلوتر ترسیم کرده است. در حالت اول می‌بینیم که افراد سر میز به صورت ناراحتی نشستند و ناراحتی خود را نشان می‌دهند و این نشانگر این است که لئوناردو تصویر دقیقی در ذهن نداشته است. در این طرح اولیه ترسیم‌های مختلفی از مهمترین شخص این نقاشی یعنی حضرت عیسی هم وجود دارد، ولی این نقاشی طی صدها سال دچار تغییرات و تعمیراتی شده است که نشانگر بعضی چیزهاست، چون بخش‌هایی از نقاشی به گونه‌ای که متفاوت از نسخه اصلی آن باشد ترمیم شده است و حتی می‌توان گفت این کار از روی عمد انجام شده است. یهودا در نقاشی‌های اصلی نسبت به نقاشی کنونی جوان‌تر است و رنگ پوست روشنی دارد. در ترمیم‌هایی که طی صدها سال انجام شده است، افرادی که می‌دانستند یهودا خائن است او را تیره‌تر و در سایه و جدا از سایر حواریون کشیدند و این شرایط به وضوح دیده می‌شود. اگر از دیدی باز به نقاشی نگاه کنیم، متوجه یک فضای خالی وسط تصویر می‌شویم که کاملاً جلب توجه می‌کند. حضرت عیسی بین مثلثی که زاویه‌های بسیار دقیقی دارد قرار گرفته است. لئوناردو عاشق ریاضیات بود و در نقاشی‌های خود حتماً از آن استفاده می‌کرد. لئوناردو حضرت عیسی را دقیقاً در مرکز قرار داده و با استفاده از تکنیک ژرف‌نگاری یا همان پرسپکتیو نقاشی را حقیقی تر کرده است. اگر به دیوار از دور نگاه کنید متوجه می‌شوید که کاملاً متناسب با فضای داخلی آن نقاشی شده است. بعضی از اسراری که لئوناردو در نقاشی‌هایش به کار برده امروز کم کم در حال آشکار شدن هستند، مثل آینه‌ها. لئوناردو در بعضی از نقاشی‌هایش از روش انعکاس استفاده کرده. این کار باعث می شود تا بعد دیگر نقاشی را هم ببینیم. لئوناردو برای اینکه ما بدانیم از روش انعکاس استفاده کرده است، سرنخ واضحی در اختیار ما قرار داده. گره‌های روی میز. اگر به رومیزی نگاه کنیم متوجه می‌شوید که فقط در قسمت راست گره وجود دارد. اینکه چرا گره در سمت چپ ترسیم نشده است، سال‌هاست مورد بحث قرار گرفته، ولی دلیل این کار کاملا واضح است. در اصل لئوناردو از ما خواسته تا نقاشی را برعکس کنیم و گره‌های روی میز را تکمیل کرده. به این صورت نشان می‌دهد که اسراری وجود دارد که از ما می‌خواهد آنها را پیدا کنیم. اگر نقاشی را برعکس کرده و بررسی کنیم به بعد دیگری دست خواهیم یافت که بعد سوم این نقاشی است. اگر بعضی از نقاشی‌های لئوناردو را برعکس کرده و به هم نزدیک کنیم می‌بینیم چهره جدیدی ایجاد شده و به ما نگاه می‌کند و درست در همین جا وقتی این روش را روی نقاشی شام آخر اجرا کنیم می‌بینیم که لئوناردو داوینچی خودش را در این نقاشی پنهان کرده است. این کشف در عین هیجان انگیز بودن کمی ترسناک هم هست. افرادی بودند که آن را شبیه به داوینچی نمی‌دانند و یا میگویند این تصویر اتفاقی رخ داده است، اما لئوناردو فردی باهوش بوده و انجام این کار برای او کاملا طبیعی است. چیزی که ترسناک است یک تصویر پنهان شده دیگر در این نقاشی است، تصویر یک موجود شیطانی. برخی گمان می‌کنند که این تنها یک اتفاق است، ولی بعضی جزئیات آنقدر گویا هستند که مشخص است با دقت تمام اجرا شده است. با روش آینه روی نقاشی عیسی مسیح موجودی را می‌بینیم که دست‌هایش را باز کرده و از دو طرف روی میز قرار داده است و شاخه‌هایی روی سر دارد و به نظر می‌رسد با دستان باز اشاره می‌کند که شروع کنید. مخصوصاً اینکه انگشت‌هایش تا این حد تیز دیده می‌شود. خصوص دیدگاه مذهبی لئوناردو اطلاعات دقیقی وجود ندارد، ولی اینکه نماد شیطان را در این نقاشی پنهان کرده میتواند نشانگر اعتقادش به وجود آن باشد. به طور کلی میتوان گفت که این موارد تنها در حد نظری هستند.
اینکه این اسرار در نقاشی پنهان هستند یا نه قطعاً برای افرادی که تحقیق و کاوش را دوست دارند بسیار هیجان انگیز است. اسراری که در این نقاشی پنهان شده است تنها همین نیستند. اگر می‌خواهید سایر رمز و رازهای این نقاشی را بدانید، در کامنت ها ما را مطلع کنید.